9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند علاقه‌مند به فوتبال. بریم به ورزشگاه ملی عمان در کشور اردن، جایی که در چارچوب رقابت‌های 4 جانبه اردن جدال فینال تیم ملی ایران در مقابل قطر رو شاهد هستیم. ارسال این بازیکن خیلی نرمه بروی دروازه، این ضربه ای که توی اون شلوغی فکر کنم پورعلی گنجی به توپ زد که به بیرون رفت. هم ببینیم صحنه آهسته ارسال که انجام شد. نه، شجاع خلیلزاده اومد و ضربه رو زد. چریه کارلوس کیروش رو در تصویر دیدیم بعد از عمل کرده ناموفق فوتبال. ببینیم مهدی طارمی و توپی که مشعل برشام راهی کرنر کرد. شری امیر قلعه‌نویی رو دیدیم. اکرم عفیف اشتباه مهدی طارمی برای محبی، اگه بزنه گلو که ضربش راهی کرنر شد. اونم چه حریفایی، مثلا ژاپن آلمان رو 4 تایی میکنه. ارسال به روی دروازه، شجاع از همونجا آفساید نیست، فرصت داره ایران. و توپی که بازم محبی به بیرون میفرسته. طارمی رو به عقب برای علیرضا بیرانوند، لب خط. علیرضا بیرانوند از اون کارای گفتم کپسول اعتماد به نفسه. علیرضا بیرانوند بعضی وقت این کارا میتونه گرون تموم بشه. حالا این بازیای دوستانه است. قدوس تکسب کار میکنه، طارمی پاس عالی رو میندازه برای محبی، دیگه باید بزنه محبی که درازکش میگیره توپ رو. رامین رضایی هم باید ارسالو انجام بده، این کارا میکنه، موفقه و توی دروازه یه گل قشنگ رو میزنه محمد حسین کنعانی زاده. اینجا رو با هم ببینید، تمام حرکاتش قبل از این حرکت که همیشگی حرکت کنعانی یه حیثی نشون داد قشنگ مربوط به کارلوس کیروش بود. حرکت کنعانی گل خوب رو میزنه مدافع ایران. ارسالی که انجام داد رامین رضاییان چه کاتی گرفت و بدون مزاحمت ضربش به کنج دروازه مشعل برشام رفت. خیلی خوب بود پرشش و ضربش. یعنی حیثی که نشون داد دقیقاً منظورم بود. اینجوری که اینجا به بعدش دیگه اورجینال خود کنعانی بود. حرکت سمت چپ با عالی میگیره اونجا محمدی، پاس کاتسبک برای جهانبخش و گل دوم رو هم میزنه ایران. روی حرکت فوق‌العاده از سمت چپ که محمدی انجام داد و علیرضا جهانبخش کاپیتان ایران دروازه رو باز میکنه. قفله باز شد و حالا گلا یکی پس از دیگری دارن میان بیرون. پاس فوق‌العاده ای رو فرستاد میلاد محمدی که نامش رو به عنوان پاس گلیست ثبت میکنه. صحنه رو با هم ببینیم. ضربه درجا از علیرضا جهانبخش که از پر افتخارترین تیم ها بوده در جام گرفتن، چه با استقلال چه با سپاهان، بارها این کار انجام داد. حالا تیم ملی هم بعد از کافای فرصت توی دروازه گل سوم رو هم سردار آزمون میزنه. این قفله قشنگ گل اول بود که شکسته شده، حالا با 3 گل جلو افتادیم. سردار آزمون گل سوم ایران رو به ثمر میرسونه. داشتم از عناوین امیر قلعه‌نویی میگفتم که حالا با این گلی که حالا ایران میزنه قهرمانی
جام 4 جانبه هم قطعی میشه. میلاد محمدی دبل کرد در پاس گل. ضربه چکشی از سردار که توپ تور دروازه قطر چست. مهرداد محمدی هم اونجا داره گرم میکنه. ارسال رامی به روی دروازه و گل 4. بازم کنعانی میزنه. چه سانترایی دارن میکنن از سمت راست که رامین رضاییان این کار رو داره انجام میده. محمد حسین کنیزادگان قشنگ خط و نشون رو همه رو با هم کشید مقابل کیروش. چه ضربات سری رو میزنه کنعانی. پشت توپ 3 بازیکن. احسان حاج سفید رها کردن عزت اللهی. چه طرز تصویر برداری بود تو این صحنه. علاءالدین توپو دور میکنه. اکرم عفیف سرعتش بالای. اکرم عفیف تند و تیز حرکت میکنه این سمت داره اضافه میشه. بازیکن قطر فرصت و علیرضا بیرانوند خیلی خوب نفوذ کرد و ثانیه‌های پایانی هم یه خودی نشون داد بیرانوند. و اینم سوت پایان مسابقه. قهرمانی ایران در جام 4 جانبه اردن و دومین جام امیر قلعه‌نویی که شیرین ترش کرد در مقابل کیروش این جام به دست اومد. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. شبتون بخیر.